بود نبود یک بای خسیسه بود. این بای گاوکی داشت که فراوان شیر میداد. خانه بای همیشه پرپوری شیر و قیماق بود. همین طور سالها گذشتند و گاو پیر و ناتوان شد و بای قرار داد که از گاو خلاص شود. آخر شیر و قیماق ندهد بچه لازم این گاو. صبحگاهان وقتی که مردم گاوهایشان را به پادجا می بردند، بای در نزد مردم با آواز بلند گفت: 20 سال ما را خوراندی، اکنون رو خودت را خوران. خودت خوراک یافته خور، دیگر به خانه من نیا. تابستان و تیر ماه گاوک سرسری در کوچه ها می گشت و علف می خورد. زمستان آمد. گاو در زیر درخت بیشاخ و برگ می خوابید و از سرما درق می لرزید. مردی قشاق به حال گاوک دلش سوخت و او را به خانه‌اش آورد. مرد با کمپیرش گاو را با مهر و محبت نگاه بین می کردند. آنها یگانه گاوکشان را خوب نگاه بین کردند. عجایبات کار این بود که پستانهای گاو از شیر پر شد و اکنون کمپیر هر سحر یک ستیل شیر می جوشید. زندگیشان خوش می گذشت. آوازه گاو سرشیر به گوش بای رسید و او زود به خانه موی سفید و کمپیر آمد. این گاو من او را می برم. گاو کس را گرفتید و صاحبی کردید. همه می دانند که تو را پرتافتی. زمستانی دراز ما او را نگاه بین کردیم، گفت موی سفید. موی سفید و بای خیلی بحث و تلاش کردند. عاقبت آنها به نزد قاضی آمدند. قاضی عرض آنها را گوش کرد و گفت: 3 سوال دارم، کسی که درست جواب دهد گاو از آن او. سوال یکم: چی از همه روغنین و فربهتر است؟ سوال دوم: از همه زیباتر چیست؟ و سوال سیوم: کدام از شما با عقل تر است؟ پگاه به نزد من با جوابهایتان آید. سوال های آسان، فکر کردن هم لازم نه، گفت بای. موی سفید باشد به خانه زیق و غمگین آمد. کمپیر، ما و تو باز به گاو میمانیم. کمپیرش گفت: آرام شو موی سفید، جواب سوال هایت را من میدانم. پگاه می روی و آنچه من میگویم به قاضی میگویی. روزی دیگر بای و موی سفید به نزد قاضی آمدند. اول بای آغاز کرد: از همه فربهتر و روغنین‌تر گوسفندی من است. روغنی دنبش از 20 من زیاد. از همه زیبا تایچه من است. از او زیباتری نیست. از همه با عقل و دانا من هستم. گاو هم از آن من. نوبتی موی سفید رسید. از همه فربهتر و روغنیتر خاک است. همه جانزاد دنیا از زمین از خاک استفاده می برند. آن خراب نمی شود. از همه زیبا دل انسانی نیک است. دل انسان زیبا باشد او دنیا را زیبا می کند. بای خود را دانا و با عقل می حسابد، اما به فکر من از او با عقل تر سگ من است. قاضی گفت: دو جواب اولت موی سفید درست،
اما چرا سگی تو از بوی با عقل تر است؟ انا نگاه کنید قاضی محترم، گفت موسفید. او به سوی بوی و به سوی سگش نگاه کرد و گفت زود از اینجا برو. سگ زود از جایش خیست و دویده رفت. بوی حیرت زده باشد در جایش می نشست و حیران با موسفید می نگریست. موسفید باز امر داد زود به اینجا بیا و هشتک کشید. سگ زود به سوی آنها دوید و آمد. دیدی سگ من با عقل تر از بوی است، گفت موسفید. گاو از آن تو به خانه‌ات پر، خندید قاضی و او به سوی بوی نگریست و گفت تو ناشکر هستی. وقتی که گاو جوان و با قوت بود و شیر میداد در خانه‌ات نگاه و بین میکردی. همین که پیر شد او را از خانه‌ات راندی. اکنون چی میخواهی؟ اکنون بی گاو ماندی. برو به خانه‌ات.